از این مجموعه هزاران فاحشه‌خانه تنها 960 تا فاحشه‌خانه ثبت شده در دشت بچی در غرب کابل بود. خب با آمدن امارت این 960 تا فاحشه‌خانه ریشه‌کن شد رفت. خب در این فاحشه‌خانه کیا بودن اونجا؟ از ما مردم بود، دخترای ما بود، زنای ما بود، مرتبطین ما بود، کسی دیگه از آسمان خب اسمان نمیده بود. همین مورد کافی است که بگویم امارت 1000 مرتبه بهتر از به هر حال حکومت جمهوریت است. در کل کابل 500 تا کلیسا وجود داشت. اینه که من میگم مستند است و ثابت شده است، یک چیز شعاری و به هر حال در پشت چونه و خبر صحبتی که اینجا ما با شما بکنیم منعکس بشه. خبر دروغ باشه قطعا ما منعکس نمیکنیم. 500 تا کلیسا در کابل بود. از این 500 تا کلیسا 300 تاش تنها در دشت برچی بود. و فعلا با آمدن امارت اسلامی این 500 تا کلیسا ریشه‌کن شد رفت. یه به نظر شما بالاخره خوب نیست. خب حرف ما اینجاست. سوبسید کار میکنه. از این مجموعه هزاران فاحشه‌خانه تنها 960 تا